خدمت تک تک شما رفقای عزیزم، امیر آرمی هستم و خوش اومدید به چنل یوتیوب من. خب در این قسمت از این ویدیو قصد دارم بپردازیم به برخی از موجودات ترسناک و در عین حال عجیب که هیچ کی تا به حال نشنیده. خب خیلی خوشحال میشم قبل از هر چیزی یه لایک خوشرنگ به ویدیو نشون بدی، به من انرژی بدی و خوشحالم کنی و اینکه لطف میکنی چنل منو سابسکرایب کنی و از اون بالا زنگوله پیج رو فعال کنی که هر چی ویدیو گذاشتم به سریع ترین روش ممکن به دستت برسه. خب بریم، لیتس گو. میپردازیم به شماره یک از ترسناک ترین و عجیب ترین موجودات. خب شماره یکش مخلوق نوکا، موجودی که از اساطید اسکاتلندی به وجود اومده و این که میشه گفت بزرگترین و ترسناکترین موجودات دریایی شناخته شده. اون در اعماق دریاها و اقیانوسها پیدا شده. این موجود نیمی انسان و نیمی اسبه که اصلا پوست نداره و میشه گفت عضلات و رگ و همچنین خونهای عجیبی روی بدنش دیده میشه با چشم. خیلی ترسناک و در این حال عجیبه. خب دوستان اصلا اشتباه نکنید، این موجود فقط مال دریا نیست بلکه تو خشکی ها هم میتونه بیاد. اومدنش به خشکی باعث طاعون و بیماری های مختلف میشه. مهمترین چیزم اینه که گفته میشه تنها چیزی که میتونه این موجود رو متوقف کنه آب شیرین است، فقط و فقط. دومین موجود به نام پنتاگون معروفه که از مالزی و اندونزی میاد. این موجود در روز به شکل زنی زیبا و در این حال در شب به شکل یک سر که از احشای گردن آویزون میشه دیده میشه. میشه گفت این موجود به دنبال خون تازه و مخصوصاً به خصوص دنبال خون نوزاد میگرده. دومین موجود ترسناک به نام چرنی بوگ معروفه که به اسم بهش خدای تاریک و خدای بدی ها هم گفته میشه. این موجود اون باعث بلاها، بیماری ها و در عین حال باعث مرگ میشه. موجود چهارمی به نام پوکر که از اساطیر ایرلندی میاد. خب این موجود به دو شکل بز و خرگوش در میاد و باعث گمراهی افراد در عین حال گمراهی مسیر و حتی به آسیب‌های جسمی هم برسه. موجود پنجم آلپ که از کشور آلمان میاد. این موجود در خواب اهالی اون دور اطراف خودش حمله میکنه و خیلی ظاهر ترسناک و وحشتناکی داره و میتونه به شکل‌های مختلفی از سگ و مار و غیره تبدیل بشه. خب رفقا به انتهای ویدیو نزدیک شدیم و اینکه خیلی خوشحالم میکنی از اون لایک های قرمز به ویدیو نشون بدی، خوش رنگاشو که کلی انرژی بگیرم و اینکه چنل منو لطف کنی سابسکرایب کنی و کلا وجودت تو چنل یوتیوب من خودش کلی انرژی داره، ولی در کنارش لطف میکنی لایک کنی و سابسکرایب کنی و از اون بالا زنگوله پیج منو فعال کنی که هر موقع ویدیو گذاشتم سریع ترین زمان ممکن به دستت برسه، ببینی عشق کنی حالشو ببری. حرفی نمیمونه، نظرات خودتون رو لطف کن در کامنت بذار که من ببینم و به تک تک نظراتتون به سریع ترین زمان پاسخ خواهم داد و حرفی دیگه ای نمیمونه. شما رو به خدا میسپارم تا ویدیوهای بعدی. خدا نگهدار.